هلو چطورین بچه ها؟ خیلی خوش اومدین. این ویدیو جدید و جذابه دیگه. آقا امروز بریم با هم دیگه گیم ترسناک و مخوف و بسیار وحشت برانگیز کلاس روم رو با هم دیگه بازی کنیم ببینیم چیه. خیلی تعریفش شنیده بودم و گفته بودم بازی ترسناکی و نمیدم فلان از اینجور حرفا. منم که ماشاءالله دوتا جیگر دارم اندازه کامیون. زیاد معطلتون نمی‌کنم، دکمه سابو بزنین، یه لایک هم بذارین و داخل کامنت ها بگین بازی بعدی یا بازی که میخواین واسهتون برم امتحان کنم یا هر چیز دیگه. اصلا هر نوع بازی باشه مهم نیست، به تخم مرغ هایی که میخورین فقط اسمو بگین. داش ویزارد پلیسی میره همه رو امتحان میکنه. خب بچه‌ها رفتیم تو. مرسی رفتیم تو. خب اینا مثلا این چیزی بلند میشه. خب گود بات ببخشید. نه اینو ور میداریم. نه گاهی شده تتتتتتت موسیقی گنده گوزی تتتتتتت میلرزه پشت گوشی تتتتتتت حالا فشار. آها فهمیدن ها. آه خب این the name of God the Earth Force God چی میگم. رسیدیم به حرکت های جنجالی و دکمه اف رو میزنیم که چون به چرا Power's off. Gotta find the breaker room. من باز قفلی. تو این کلیده نیستی؟ نه نیست. داشت ما بدرنگ رو خود خیلی آروم میریم، خیلی آروم. تو مال این نیستی؟ نه نیست. گروه باش. تو چی تا هم قفلی؟ یا الله داشت بذارم تو یه زواش بزنم. خب همیشه خدا این گورستون ها ترسناکه. چه اه میکنه چه تنفس عمیق میکشه. بیا این جنایت دهم به چی. من خدا There it is. بلم کن. ببین بیاین جلو. خدا شاهده اینجوری به سمتون پرت میکنه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. من همیشه بیناموس من اینا رو وا کرده بودم. دوباره باتری جایزه اون. تو بسته شو. تو هیچی نداره. بریم بیرون. بعد بریم بالا دوباره. خب بالا در واکن بینا. خب بسته خودمون سر داشتیم باشه. این در وا نمیشه که. ما رو گول زد. واکن در اینم اجرایی نیست واسه بیرون رفتن ها. بایسته. ببین یا در وا میکنین یا اینو تو سرتون میزن. جدی اجرایی نیست. سب کن. این صدا تق صدا چی بود؟ به حضرت عباس اگه کسی پشت در باشه در وا کن. یا حسین Wait, where am I? وایت چیه؟ نکو واسه من ها. خب
خب بسم الله. اما صد تا گل از تو جون میگیر، نازنین ناز نکن، در رو کسی باز نکن، نازنین غر نکن، زندگی موزه نکن، زندگی موزه. ملت هدر میره. این از این ور اومدیم. آره اون شیرابه نبود وا کردیم. صبر کن. نه اینجوری. یا حضرت عباس. اما حالت خوبه؟ امو حالت خوبه؟ سالمی؟ کی تو رو اینجوری کرده؟ بچه مردم ورشن چی باشه تخم چسبید. This should open the janitor's closet. وای این بغله. نرفیدم حاجی. این بغلی ساده بود. من دوباره از اینجا برم. Wait, where am I? حاجی بچه اومد در ببن. حاجی بچه اومد. کی؟ کوسکش خنده مکنی؟ کی خب؟ خب داداش من فری فایر بازم. ببین خدا وکیلی اسنایپ دستم بود از همینجا چنان دست خر نخر حرامزاده. خب همیشه میگن قبل وا شدن در برین تو بگین بسم الله بعد برین داخل. ما بسم الله الرحمن الرحیم. حاجی میخوام استارت بزنم. آماده ای؟ نگاه اینجوری بودم برم. آماده ای؟ خب پشت این دره. خب این در رو وا، این در رو وا میکنم بعد اینو وا میکنم بعد چی میدم. نه داره میاد پشت سرم میاد آجی. صدا پاشو ببین. وای در باشو بذار خدا من نه بار نمیشه. برو حاجی من فهمیدم چی شد. ببینین یه دقیقه آقا از اینجا اصلا فیلم حاجی من فهمیدم چی شد. ببینین اینو هر سری کن نگاش کنین من این برام اصلا نگاش کنه. اینو ببینین حرکت میکنه. ای پلسک چقدر خوشحالم حاجی. چطور که ای پلسک. نازنین ناز نکن، در رو کسی اصلا داخل این در که نمیتونی. چی میتونی؟ نه نمیتونی. یا حسین حاجی این چیه؟ واو بچه کم بود اسرائیل اومد.